سلام و درود خدمت همه شما عزیزای گل. امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشین. خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه ایم و امروز قراره که با هم دیگه درباره احمد ظاهر، یکی از بزرگترین و محبوبترین خواننده‌های تاریخ افغانستان گپ بزنیم. یک هنرمندی که با آواز دلنشین و آهنگ‌های بی‌نظیر خود هنوزم در قلب مردم زنده هستند، اما زندگی اینا پر از رمز و راز بود و پایان اینا هم خیلی غم انگیز و مشکوک بود. اگر دوست دارین که همیشه درباره آقای احمد ظاهر بدونین تا آخر ویدیو همراه ما باشین. Let's go guys. احمد ظاهر در سال 1946 در کابل متولد شدن و در یک خانواده مهم سیاسی به دنیا آمدن و پدر اینا عبدالظاهر نخست وزیر افغانستان بود، اما احمد ظاهر از همون کودکی به سیاست علاقه نداشت و عاشق موسیقی بود. از همون نوجوانی استعداد فوق‌العاده‌ای در موسیقی داشت و خیلی زودم تونست با آواز جادویی خود دل مردم به دست بیاره. احمد ظاهر موسیقی در یک بند موسیقی در مکتب ایجاد کرد و خیلی زود توجه همه جلب کرد و بعد از او با تمرین زیاد و استعداد بی‌نظیر خود تونست وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی بشه. آهنگای احمد ظاهر در دهه 1960 و 1970 به شدت محبوب شد و مردم عاشق صدای گرم و احساس قوی او بودند. استاد احمد ظاهر آهنگا خود با شعرهای عمیق و موسیقی زیبا ترکیب میکرد و به همین دلیل خیلی زود به محبوب ترین خواننده افغانستان تبدیل شدن. احمد ظاهر آوازی گرم و قوی داشت که تا امروز هم نظیری یا پیدا نمیشه. او موسیقی سنتی افغانی به سبک‌های مدرن مثل راک، پاپ و موسیقی هندی ترکیب میکرد. احمد ظاهر فقط یک خواننده نبود، یک شخصیت فوق‌العاده محبوب و دوست داشتنی هم بود. مردم عاشق رفتاری بودن، استایل و مهربونی بودن. احمد ظاهر زندگی ساده‌ای نداشت، با اینکه مردم رو دوست داشتن، اما بعضی از افراد بانفوذ آن زمان از شهرت او خوش اینا نمی آمد. او یک بار ازدواج کرد و یک دختر به نام شبنم ظاهر هم دارن که حالا در خارج از افغانستان زندگی میکنن و زندگی شخصی اینا پر از مشکلات بود و همیشه تحت فشار قرار داشت. اما غمگین ترین بخش داستان احمد ظاهر مرگ ناگهانی اینا بود. او در سال 1979 در سن 33 سالگی از دنیا رفت و رسمی گفته میشه که در یک حادثه ترافیکی در دره سالنگ کشته شدن، اما خیلی هم بی باور دارن که یک قتل برنامه‌ریزی شده بوده. با وجود اینکه احمد ظاهر بیش از 40 سال پیش از دنیا رفته، اما آهنگای اینا هنوز زنده و مردم رو فراموش نکردن. هر سال در سالگره مرگی و هزاران نفر به مزاری و در کابل میرن و یادی رو گرامی میدارن. هنوز هم از محبوب ترین خواننده‌های افغانستان هستن و آهنگای اینا در قلب میلیون ها نفر جا داره. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در تاجیکستان و ایران هم بسیار محبوب هستن و شعرهای اینا هنوز گوش میدن مردم. خب دوستای گل، تشکر خیلی زیاد که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. خب اگه ویدیو رو دوست داشتین خدا رو شکر، اگر هم دوست نداشتین اصلا مشکلی نیست، فدای یک سال مو شما. تلاش میکنم تا ویدیوهای بعدی کیفیت بهتری بذارم و محتوای بهتری درست کنم که ارزشی داشته باشه که شما دوستای گل وقت با ارزش رو بریم بذارین. شب شما خوش، خدایا نگهدار شما.